دیگه کنار چایت قند و شکر نخور، بیا این اسنیکرز خوشمزه رو درست کن. خیلی هم ساده درست میشه، خیلی هم سالم تره. بریم درستش کنیم. اول جوی دو سرپرکمون رو آرد میکنیم، میریزیم توی ظرف. من از آرد معمولی استفاده کردم. اول آردا رو میریزیم توی ظرف، یه ذره بهش کره بادوم زمینی اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم. یه ذره بهش کره بادوم زمینی اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم. شیر اضافه میکنیم بهش، یه دور دیگه هم میزنیم با عسل. دوباره یه دور دیگه هم میزنیم. شیر اضافه میکنیم، هم میزنیم. عسل اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم. چرا تو مرحله اول جفتش اضافه نکردیم؟ عرضم به خدمتتون که میخوابونیم کف ظرف، قشنگ روشو صاف میکنیم. روشو صاف میکنیم. یکی از لایه آماده است. میریم برای درست کردن این ماده لایه بعدیش خرما و کره بادوم زمینی رو چرخ میکنیم، اضافه میکنیم بهش. خب خرما رو بادوم زمینی رو با هم چرخ میکنیم که میشه این لایه دومش. میریزیم روی قبلی و اضافه میکنیم بهش. روش بادوم زمینی قشنگ پوست گرفته شده، پوست نداشته باشه، و روی اون شکلات ناب اصلا خوشگل میذاریم فریزر. یه کمی مرحله رو جابجا رفتم. اول شکلات، بعد بادوم زمینی ریختیم، بعدش هم میره توی فریزر. بعد در میاریم اینجوری قسمت قسمتش میکنیم. از خیلی همین که دارم نگاش میکنم دوباره دوست دارم برم یه تیکه ازش بخورم. وحشتناک خوب میشه، واقعا وحشتناک خوب شد. از فریزر رو قالب در آوردیم، قسمت قسمت کردیم. ببین 10 از 10. This woman is a genius. She made the easiest and most delicious fruit dessert. بریم درستش کنیم. First, she chopped up an apple and added it to a bowl. اول سیبای خرد شده رو میریزیم. Then she added mango, kiwi, رسیپی ایرانیزه شده پاییزیه. خرمالو، نارنگی، banana, and strawberries. Just use as much as you like of each. انجیر پر خاصیت، با انار. هر چقدر دوست داشتید از هر کدوم بریزید. She also added green grapes for a pop of color. انگور میریزیم که کارو جمع کنه. After cutting all the fruits into small pieces, she mixed them well with a spoon. یکی بعدش با قاشق میوه رو هم بزن. Next, she made a creamy sauce using 200 grams of passion fruit juice concentrate, 400 grams of condensed milk, and 200 grams of cream. میریم برای سسش. 200 گرم آب میوه پشن فروت صنعتی، 400 گرم البحر، نمیدونم دقیقاً چیه، یه دونه این خام صورتی ها میزنی. She mixed it until smooth and creamy. نمیدونم جنساشون بهتره اونور، هر چی خواستم با قاشق هم بزنم نشد، ولی خب با میکسر کار جمع میشه. خلاصه اینقدر هم بزنید که این شکلی شه. You can use any fruit juice you like. Then she poured the creamy mixture over the fruit and mixed again, making sure every piece was coated. اینو که درست کردی و بعدش میریزی رو میوه ها، یه حال قشنگی بهشون میدی، هم میزنی انقدر تا جای هم نخورده ای نمونده باشه. She placed it in the fridge for 5 to 6 hours, then served it in a nice bowl. بعد میریزی توی ظرف دیگه، 5-6 ساعت میذاری یخچال قشنگ خودشو ببنده، بعد سرو میکنی. خوشمزه بود. اگر بتونی با بافتش کنار بیای 7 از 10 داره. بریم ببینیم توی 20 دقیقه چی میشه با هواپز درست کرد. مرغامون رو میریزیم توی هواپز، بهش پیاز اضافه میکنیم، فلفل دلمه‌ای رنگی و ادویه‌جات دلخواه دیگه. هرچی دوست دارید میتونید بزنید. یه مقدار روغن زیتون، قطعا خیلی تاثیر داره مزه‌اش. همه رو با هم میزنیم. خیلی خوب باید مخلوط شه. روزنمای 180 درجه 20 دقیقه میره برای پخت. غذاییه که خیلی آسونه اول از همه و خیلی سالمه و به طرز عجیبی خوشمزه است. 8 از 10. میخوای بدونی وقتی خیلی گرسنه‌ای چی زودتر آماده میشه؟ بله، چی زودتر آماده میشه؟ کمی روغن، نون لواش و اندازه کف تاب برش بزنید. کمی روغن که زدیم، نون و اندازه کف مایتاب برش میزنیم. 3 عدد تخم مرغ، 3 عدد تخم مرغ، 1/2 قاشق چایخوری نمک و فلفل سیاه، 1/2 قاشق چایخوری نمک و فلفل سیاه، 2 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده اضافه و مخلوط کنید. 2 قاشق جعفری خرد شده هم اضافه و مخلوط کنیم. سوسیس های سرخ شده رو بچینین. سوسیس های سرخ شده رو هم میچینیم. یواش یواش داره خوشگل میشه. کمی پیازچه، کمی هم پیازچه، کمی پنیر پیتزا، 1 لایه نون لواش، کمی پنیر پیتزا، 1 لایه نون لواش،
دو طرفش رو سرخ کنید تا برشته بشه. این مرحله برگردوندنش استرسی بودا. دو طرفش رو سرخ کنیم تا برشته شه. برش بزنید و نوش جان کنید. ببینید عزیزان، اول که سابسکرایب کنید، ولی این هم خوشگله، هم ارزونه و هم خوشمزه است. یعنی بهتون پیشنهاد میکنم درستش کنید. و 8 از 10. ببین این خورشت مرغ بی نهایت خوشمزه و سسوت است. ایول، بی نهایت خوشمزه و سسوته. پیاز سیر رو تفت میدیم. فقط یه رب داشتم رنده میکردم. کجاش سسوت است؟ پیاز و سیر رو تفت میدیم. یه کوچولو که سبک شد بهش مرغای نواری شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. مرغای نواری شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. جدی سسوته نیست. بعد هم بهش ادویه ها رو اضافه میکنیم به همراه رب انار. و تفت میدیم و یه لیوان آب بهش اضافه میکنیم. حالا درشو میبندیم، اجازه میدیم 10 دقیقه بجوشه. بعد بهش گوجه ها رو اضافه میکنیم. 5 دقیقه دیگه هم اجازه میدیم که با گوجه ها بپزه. 5 دقیقه دیگه هم اجازه میدیم با گوجه ها بپزه. این کجا سسوت است؟ من ستارم کلی آشپزی های سسوت داخل پیجم دارم. این که 1.5 ساعت طول کشید درست شه. بعدش هم نگاه نکنید انقدر سیاه شده رنگش. این ربش سیاه بود، وگرنه خیلی خوشمزه شد. 9 از 10.